میگن چرا اینقدر کره‌ای‌ها پیشرفت میکنن؟ الان دقیقاً ساعت 11:30 شب. اینم وضعیت کتابخونه یکی از دانشگاه‌های کره جنوبی. بعضیا میگن من کوچیکتر از اونم که از این حرفا بزنم، ولی من میگم با یکم عصبانیت هم میگم. چقدر کتاب میخونین؟ چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از جوونا ساعتها توی بولوارها دور میکنن. چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از خانوما از ماهی 30 روز 24 روزش تو آرایشگاهن. چقدر کتاب میخونین؟ مده که از 1 شب تا 5 صبح توی فیسبوک دارن چت میکنن یا راجع به مسائل بی اهمیت نظر میذارن. چقدر کتاب میخونیم؟ مده که سریال ترکیه‌ای میبینیم در 444 قسمت. چقدر کتاب میخونیم؟ مده که بعضی از جوونا درگیر مدل اتومبیل، مدل مو و فاق شلوارن. چقدر کتاب میخونیم؟ کاش کتاب خوندن مد بود. کاش کتاب خوندن مد بود. سرانه مطالعه هر ایرانی در هر سال فقط چند دقیقه است و سرانه توی اینترنت بودن هر ایرانی در هر سال هزاران ساعته. کاش کتاب خوندن بود.